зирактар буд, кордонтар буд. ин ҳамун шахсе ҳаст ки ба супориши Қурайш барои пас гардондани муҳоҷиро Ҳабаша рафт, Эфиопия рафт. ҳамунҷо бас фасоҳату балоғат дар назди Наҷошӣ императори Эфиопия гап зад ки ин одамои моану фалону бисмадону ҳамёра мо да таслим кунем барем. ки Наҷошӣ гуфт шумо чӣ мегӯед? дар байни муҳоҷиро сардоршо Ҷаъфар буд, писари Абу Толиб, акай ҳазрати Алӣ. аз ҷош хез гуфт ё шоҳи олам, мо гуфт як ایده مردمی همی بت پرست سنم پرست بدیم، سنگ کلوخ میپرستیدیم تا اینکه خداوند پیغمبرش فرستاد، حقیقت برای ما آشکار کرد، قرآنی عظیم شأن برای ما نازل کرد. ما مقصد که صاحب کتاب شدیم، خدا را یک و یگانه شناختیم. ما با او خاطر نزد تو آمدیم که تو پادشاه موحدی. نجاشی نصرانی بود، تو موحدی، ما از دست همین مشرکا گرفتیم، تو ما را میگیری در این مشرکا و کافرها تسلیم میکنی. بعدا نجاشی گفت که کو قرآن تو یگان چی تلاوت کنی، از همین سوره مائده همه آیاتایی که بخشیده به بیبی مریم تولد حضرت عیسی است، همین جعفر بسیار صدای شیرین داشته است، تلاوت کرد، میگه آب دیده نجاشی رخسارهاش شست. گفت شما میخواهی که من همیو را در شما تسلیم کنم؟ بگیره مال پولتونه. طلا و نقره بسیار بردم داد. با خدا قسم اگر دنیا را بیاره در پیش پام بریزه من اینا را تسلیم نمیکنم. اما این گبدان بود. مقصد کی؟ گفت اینو خدا نمیگن عیسی را. اینا نسبت عیسی گپای دیگه دارن، یا میگن پیغمبر بود، خدا نبود. جعفر گفت بله عیسی پیغمبری اولوالعزم خدا است. وقتی هم به دلیل حجت گپ زد، نجاشی ایمان آورد. آن همون نجاشی نصرانی مسلمان شده که الحمدلله. نامش از همه از زمره صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم محسوب می شود. وقتی همین نجاشی مرد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم از مدینه منوره ایستاده جنازه شخون. به جنازه نرفته است، به مقصد که به تشییع جنازه. میگه نجاشی دیگه در پهلوش گرفت شو، گفت تا من زنده هستم خار نمیگذارم در پایت ایوب بخلم. ایوب از من من از ایوب. انا همین آدم عمرو بن عاص سال 7 هجری مسلمان شد پیش از فتح مکه. میگن از همین عمرو بن عاص رفتیم. در وقتی همین مرگش بود، میگه همین در بستر بیماری مرگ خوابید. فبکا طویلا و حول وجهه الى الجدار. میگه همین گریه کرد به علم، زور زور گریه کرد، حتی میگه روش طرف دیوار کرد. با هم تا اومده در پیش بستر شتگی ما را نگاه نمیکنه، میگه طرف دیوار نگاه کرد، دست زوری با پنج گریه داره. تا اینکه پسرش اومد در نزدش ایستاد، گفت یا ابا اما بشرک رسول الله صلی الله علیه و سلم بکذا، اما بشرک رسول الله صلی الله علیه و سلم بکذا. پدر جان گفت مگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو را بشارت نداد است؟ مگر حضرت نگفت که اصحاب من همش مثل نجومند؟ مگر خداوند در قرآن نگفت که السابقون اولئک المقربون؟ حتی رضی الله عنهم گفته است. خداوند از صحابه پیغمبر راضی است. آخه این قدر بشارت ها داری، چرا این قدر تو تلخ گریه میکنی؟ میگه وقتی که پسرش همین سخنان را گفت و تسکینش داد، روش طرف ما گردان، میگه گفت این افضل ما نعد شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله. به شک شبه گفت بزرگترین توشه که ما همراه میتونیم بگیریم، بزرگترین دستاوردی که ما و شما در همین دنیا داریم، این همین کلمه شهادت است، لا اله الا الله محمد رسول الله. این را ببینید به قدرش نمیرسیم. به خدا قسم از این دیگه چیزی بزرگتر نیست در دنیا. اهل لا اله الا الله و محمد رسول الله بنده های خدا هستند، حبیب خدا هستند. اگر هر کسی واقعا همین اهل لا اله الا الله باشه، خداوند دوستش میداره. حتی درجه و منزلتش در نزد پروردگار از خانه کعبه بالاتره، ای عرش کرسی بالاتره. اینقدر دوستش میداره. ولی ما به قدر همین کلمه نمیرسیم، به قدر این دین نمیرسیم. برای چی؟ اون مفت در دست ما اومده است. اون برای این دین
جان نکنده باشیم، عذاب نکشیده باشیم، یک دین با دین دیگه سپاسطوریت نکرده باشیم. حضرت مولوی میگه سرز شکر دین از آن برتافتی کس پدر میراث مفتش یافتی. برای چی شکرانه ای دین نمیکنی؟ از پدرت ایرا مفت یافتگی، میراث پدرت. یک آدم در سرش سله 100 دیناره، در پشت کفشای 10 دیناره. خیلی در گجای میروه سفر میکنه، کفشاش خوک میگیرن. با همون فشی سله 100 دیناره، او سله آمولی بده ای تبریستان. با همون فشی سله میگه گرفت پوپشیوش شکید. یاد کس دیدن گفتن حقیقتا احمق بده. ای خدا تو را لعنتت کنه دیوانه، تو عقل داری؟ یه باشه او 1000 برابر ای قیمته را تو نخو بگیری با یک سله 100 دیناره کفشی 10 دیناره را بشکی. میگه این سله ای پدر میراث مونده است. این کفشو را بین اولای کفی دستم یافتم خریدم. خودت که جان بکنی به قدرش میرسی. سرز شکر دین از آن برتافتی کس پدر میراث مفتش یافتی. مردی میراثی چی داند قدر مال؟ رستم جان کند مجان یافت زال. جان رستم کند زالی زر میده کده خود. نه ببین به قدر ای دین رسیدن در کل دارم. میگه بزرگترین چیزی که ما و شما همراه میبریم همین کلمه شهادت است. شهادت که نیست معبود مگر الله ذوالجلال و محمد صلی الله علیه و سلم رسول برحق است. بعدا حضرت گفت این کنت فی اطباق ثلاث. من همین حیات ما پیش نظرم میارم 3 پریود به تقسیم میشه. حیات من عبارت از 3 دوره است. لقد رأیتونی و ما احد اشد بغضا لرسول الله صلی الله علیه و سلم منی. میگه حیات ما پیش نظرم میارم زمانای بود که هیچ کس نزد من از محمد صلی الله علیه و سلم دشمنتر نبود. ولا احب الی ان اکون قد استمکنت منه فقتلته. آرزو میکردم که یه جو خلوت دستگیرش کنم بکشمش، قریش ای نجات بتم. این سرور قریش بداخی آرزوم همین بود که ای کاش که یک علاج میافتم میکشتمش. همین خیلی دشمنی داشتن با حضرت صلی الله علیه و سلم. واقعا حضرت قصد کشتن داشتن که امر شد که مدینه منوره بره. همون شبی که حضرت بر اومده در دهن دروازه ایستادگی بودن. از هر قبیله شمشیرزن، از هر بطن قبیله قریش 12 نفر شمشیرزن با شمشیرهای برهنه منتظر راهش بودن. اما حضرت میگه برومدم یک کف خاک گرفت. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه خوند. میگه شفقت پرتاب هم که کورشیدن که ای پیشو گذشت برفت خبر نشیدن. نباشه قصد کشتنش داشتن حضرت. بعدا اقرار میکنه فلو مت علی تلک الحال لکنت من اهل النار. اگر در هم حالت میمردم یقین است که من دوزخی بودم. میگه جایش ای دوزخ خلاص نمیشیدم. کسی با محمد صلی الله علیه و سلم دشمنی و عداوت داره، با الله ذوالجلال دشمنی و عداوت داره. او روش سیاهی دیگه هیچی به دردش نمیخوره. والذی نفس محمد بیده لا يسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. چی جای عداوت دشمنی با محمد؟ حضرت قسم یاد کرد، قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست. هر کس نام من میشنوه، از شریعت من آگاه میشوه و پیش از او که به من ایمان بیاره از دنیا میروه. فرق نداره یهودی است نصرانی است، او راست دوزخ میروه. چی برسه به دشمنی و عداوت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. سبحان الله. واقعا خداوند محمد صلی الله علیه و سلم مثل آینه خلق کرده است. حضرت مولوی قصه میکنه، میگه دید احمد را ابو جهل بگفت زیشت نقش کذبنی هاشم شکفت. ابو جهل لعین میگه یک روز حضرت در راه خورد، گفت همین بنی هاشم بسیار آدمای خوب داره، آدمای زیبا داره، در بینشو زیشترین و ای همه بدترین شو توی. گفت احمد مرور رو که راستی راست گفتی گرچه کار افزاستی. حضرت گفت حق راست میگوی،
تو روسیه شیطانی بود نکمی تو راست گفتی. دید بوبکرش بگفت ای آفتاب نیزی شرقی نیزی غربی خوش بی تو. اما وقتی میگه ابوبکر صدیق دیدش گفت یا رسول الله به خدا قسم نه آفتاب مغرب نه آفتاب مشرق نه آفتاب پیش در وقتی برآمدنش نه در وقتی شیشترش مثل تو نورانی نیست. گفت احمد راست گفتی ای عزیز ای رهیده تو زی دنیا و زی چیز. حضرت گفت راست گفتی ای یاریگار توغری میگوی. حاضران گفتند ای خیر الورا راستگو گفتی دو زیدگو را چرا؟ مردم حیران شدند گفتند ما نفهمیدیم چه حکمت داره. او بدبخت گفت تو بدترینی زشترینی گفتی راست گفتی. این مردک میگه تو زیباترینی نورانی ترینی ایش هم میگوی راست گفتی. کدامش راست گفته است؟ گفت من آینه ام مسئولی دست ترک و هندو در من آن بیند که هست. گفت خداوند مرا مثل آینه کرده است هر کس صورتی خود چه میبینه. ابو جهل که زشته خدا لعنتش کنه مرا که میبینه همون صورتی خود دیده است میگه تو زشتی. اما این مردک آی صدیق آفتاب واری خودش روشن ایوخی این صورتی خود دیده گیده من میگه تو قدر زیبا و خوشرویی. انمی در تمام عصر زمان ها تیمسال همی ای هر کسی محمد صلی الله علیه و سلم دوست میداره خودش مردک جانه خود چه دیده است. اما هر کسی نفرت داره و بد ببینه این بدبخت هم شکل صورتی زشتی خود چه دیده است نفرت و بدبینی داره. اگر میگه در همین حالت میمردم هیچ جای شک و شبهه نیست اگه دوزخ میرفتم دیگه علاج خلاصی نبود. و میگه فلما جعل الله الاسلام فی قلبی آتیت النبی صلی الله علیه و سلم. وقتی خداوند میگه در قلبم اسلام انداخت همراه خالد ابن ولید هر دوش دو سرلشکر دو سپهبد قریش خیستن اومدن مدینه منوره. بعد اونم صلح حدیبیه و در صلح دیدن رفتار و کرداری مسلمانان را جوانمردی مسلمانان را. یه روز شیشتن فکر کردن که توکای حیله و نیرند توکای عداوت و دشمنی برای دنیا آخه کور نیستی گور در پیش دی ما یقین کردگیم که همین پیغمبر خدا هست چرا ما ایمان نیاریم؟ برای همین خیلوت برمدن از مکه و اومدن نزد حضرت صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن. وقتی میگه خدای تعالی همین ایمان در قلب من انداخت هدایت از جانب خدا هست. اگر خدا نخواسته باشه با دعوت کسی اصلاح نمیشه. یقین بدونه اگر با دعوت اصلاح میشید ابو طالب میشید. اما ابو طالب که بجان پیغمبر بیچاره بود جان فدا بود مهنت کرد تا وقت زنده بود یک از جماعت نمیکرد حضرت دلازاری کنه. ببینه همون ابو طالب خدای تعالی از هدایت ایمان که محرومش کرد به ایمان ای دنیا رفت. وقتی میگن از حضرت اومده میگه گفتم ابسط یمینک فلابایعک دست درست کده بیعت کنم همراه. اون بیعت کردن در ما بسیار مروجه در این مسئله نیست. اصلا همین بیعت از ریشه بیع گرفته شده یعنی در تجارت وقتی دو گورزه رو چت میکنی همین بیعت است یعنی ترک سسته السا و چیزا رو میبینی دست هم کپا و 600 سم 700 سم گفته مقصد همون وقتی که روزیش دست داد گویا که همین تجارت چی است این یک تشه. خوبیت های دیگهش وقتی که یک نفر پوچون میشید از مردم بیعت طلب میکرد این به معنای قسم یاد کردن ای پریسیاگا این همیشه میهوی کردی معنیش بگی تو پریسیاگا قبول کردیستی یعنی تو با صداقتت نزد همین آدم چی دادستی تن دادستی. خب یک تای دیگه هسته متاسفانه بسیار بی عقلانه همی کارا میکنیم و تعامل ناس کنس میگن در تعامل مردم عجم میگم من خونه حلال دارم در قسم این خونه حلال دارم این دستم آنها این ها هشتونه در سر تو بگیره که وقتی در قسم کارشیدی قسم به طلاق زن های ها هشتونه در سر تو بگیره همین کار اصلا جوان مرد باید نکنه. خونه حلالت به خودت نصیب کنن و شبگید دلیل داری دلیل قطعی گپ زن مردی تنشون بده حجت بیتری گپا گفتن و مثلا پویزن و طلاق در محفل در معرکه کشیدن نیست. میگه گفتم که دست درست کردم من بیعت کنم بهتر مقصد پریسیاگ قبول کردم. میگه وقتی حضرت دستش درست کرد من دست ما کشیدم. عمر گفت است با گفت مالک یا عمر چی در داری
برو چی دست کشیدی؟ میگه گفتم یا رسول الله اریدت ان اشتریتا، میخواهم یا بعضی شرطا مونم. حیران شد گفت تشتری تو بماذا؟ چی شرط میمونی؟ اینجا باید بس پریکاسلونت قبول کردی. تری گپ نیست که با شرط مونم. دین خدا جایی نیست که تو شرط قید مونی. بیعت با پیغمبری تری نیست که با شرط من با تو بیعت میکنم که فلان و فلان کارو را کردی. بس پریکاسلونی پچینی دیگه چیز نداره. چی شرط میگذاری؟ گفت ایوخ فرالی. گفت یا رسول الله من طلب دنیا ندارم. میخواهم که خداوند گناهم ببخشه. اوی قدر من با تو دشمنی کردم. در جنگ بدرم بر ضد تو جنگ کردم. در جنگ احدم در مقابل تو بودم. در جنگ خندق هم خاطی مردم اومدم وسط تا جنگ. او پگه اگر اینا درون بکشه خداوند روم سیاه میشه و من چیکار میکنم؟ من میگه حضرت تبسم کرد. گفت یا عمر اما علمت ان الاسلام یهدم ما کان قبله و ان الهجرة تهدم ما کان قبلها و ان الحج یهدم ما کان قبله. یا عمر گفت مگر نمیدونه که اسلام تمام خطا و سهوای پیشینه را همه را نیست میکنه. یک آدم 70 سال 80 سال در کفر زندگی میکرد، خداوند هدایتش کرد کلمه را بر زبان راند، صدقاً 70 سال گناه و خودش میکرد. تو نمیدونی که هجرت به خاطر خدا از مکه به مدینه تمام گناه را محو میکنه. مگر تو نمیدونی که حج خانه خدا وقتی صدقاً انجام داده میشه و گناههای پیشینه را محو میکنه که برای سوال میکنی. حضرت میگه و ما کان احد احب الی من رسول الله صلی الله علیه و سلم. از همون زمان به بعد میگه هیچ شخص محبوبتر عزیزتر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزد من نبود. ولا اجل فی عینی منه، بزرگتر در چشم من از محمد صلی الله علیه و سلم کسی و چیزی نبود. یکه و ما کنت اتقت ان املا عینی منه اجلالا له، حتی قوت طاقت نداشتم میگه که همین تا بسری تماشا کنم حضرت، همین قدر در نزدم بزرگ بود که جرأت نمیکردم میگم تا بسری تماشاش کنم. ولو سئلت ان اصفه ما اتقت، اگر حاضر بپرسینم که حضرت صفات که ابروش خیل بود، بینیش خیل بود، ریشش خیل بود، من نمیتونم میگم. و برای که ای همین مقصد از شدت بزرگ داشتن پیغمبر جرأت نمیکردم بسیار نگاهش کنم. من میگم فلو مت علی تلک الحال لرجوت ان اکون من اهل الجنه. اگر در همون حالت میمردم امید بود که انشالله من جنتی میشیدم. و کسی با محبت خدای تعالی دنیا را ترک کنه، آخه بشارت الله ذوالجلال، بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم. مقصد ای کاش که در همون حالت میمردم. انا پریود دیمی حیات من بود میگم که چشم من از محمد صلی الله علیه و سلم بزرگتر کسی نبود. همین از محبت از محمد صلی الله علیه و سلم عظیمتر کسی نبود. دوستش می داشتم واقعا. و خدا قسم میگه اگر همون وقت میمردم امید بود که راست جنت میرم دیگه به پرسیش جنت میبرم. بعد حضرت عجیب گپ میزنه، ولی بعضا مغرور میشیم نماز میخونم کو ببا چمر روزا میگیرم کو مؤمنت هم میکنه. حضرت گفت ثم ولینا اشیاء ما ادری ما حالی فیها. بعد وفات حضرت میگه حالتهای بسر ما اومد که دیگه که من نمیدونم چی بشیده باشه احواله. ببینید صحابی پیغمبر همین قدر بشارت اومده است و میگه که بعدا کروه بسرم اومد رفتاروه شد. مقصد همین جنگ نزاعی که بین صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تاریخ اومده است که این البته یا جانبش حقه یا جانبش خطا کرد. اگر چندی همون خطا را به اجتهاد کردین ببینید ترس حراس شونه در پیش پروردگاری بزرگ تو کدام درجه که همین را حتی اندیشه میکنن. مقصد انا بعدی اون نمیدونیم که حال ما چی میشده باشه. اما یک دل امیدی داریم همون مردم اهل لا اله الا الله هستیم. همین کسی که انشالله به همین کلمه از دنیا میروه در صورتی که یقین داره به همین کلمه امید است که نجات مییابد. امید است. خداوند این طفلک رحمت و اختیارات کنه که همین نوروزگان ما را پروردگار سخت امتحان
سخت‌ترین امتحان در حیات فرزنده. اما ما و شما مسلمانیم، ما و شما میدونیم که روز میشه که اون میخریم. ای بچه ما آتئیست نیستیم که دیگه باور نداشته باشیم. ما میدونیم که روز میشه فرزنده کورا اون میخریم. روز میشه که با بشارت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون طفلک در نزد دروازه جنت گریه را میبرداره. تو و چما نیوره نمیدرو. ولی البته محزون میشیم اما باید شکرگزاری نعمت پروردگار کنیم. صبر جمیل داشته باشیم. حضرت صلی الله علیه و سلم میدونیم که دختری سه دختری شوهردار به دست مبارک خودش در قبر گذاشته است. اما در آخرای حیاتش خداوند یک پسرچهش داد. حضرت پسر نداشت، به حد دوستش میداشت. از همون موریای قبطی مادر بود خداوند یک پسرچهش داد، ابراهیمش نام کردند. همین خیلی میگه دوستش میداشت، در دستش میگرفت است ابوبکر بچه مرا دیدی، عمر شیر بچه مرا دیدی، همین قد دوستش میداشت. میگه محبت داشت به همون کودک بیمار شد. حضرت میگه زوری با گریه کرد پیش خدایا همین را مقصد همین را در دستم نگه بدار که من پسری نرینه ندارم، همین که نگه بدار. اما اخی هر یک کس اجلش مقدره، خوب پیغمبر باشه، خوب فرزندی پیغمبر باشه، خوب غیر پیغمبر. لکل امت اجل اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون. وقتی همون ساعت اجل اومد دیگه هیچ چرا اعتبار نمیکنن، امانت همه گیره خدای تعالی. حضرت انس ابن مالک میگه که حضرت گفتن که کودک مرد، در آمد میگه در دستی همون دایه به دست. حضرت میگه گرفتش بو کشید همون کودک، بوسش کرد، آبی دیده 6 قطار ریخته است. حضرت عبدالرحمن ابن عوف در نزدش به دست گفت یا رسول الله و انت تبکی، تو هم گریه میکنی؟ گفت ویحک یا ابن عوف انها رحمه، وای بر تو ای پسری عوف، این آبی دیده رحمت های فرزند وقتی مرد آبی دیده نمیریزه، وقتی که جگر پاره شد آبی دیده نمیروه. اما من هرگز سخنی را نمیگم که خشم و غضب پروردگار در او باشه، نمیگم خدایا چرا این را گرفتی، آقای عمر هیچی ندیده است، کاش که جانی مرا میگرفتی این میمون. ولی امتری جاهلیت موده هست، گریه کردن رحمت های میگن همین نوحگری و چی بشید و فلان شید و ای حیاتی چی ندیده است و ای نامرد کجا رفتی، نعوذ بالله. میگفتی گفت مرد دستی هم بیچاره مردگی های، نامرد کجا رفتی. اما مسلمان ها باید عبرت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشته باشیم. بعد گفت و اینا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون، یا ابراهیم گفت من در فراق تو بسیار محزونم. همون حزن اندوه از دلش نرفت از حضرت، همون خیلی وفات کرد. اما ببینه که برای ما را چی درسی گذاشت که مقصد صبر کنیم. انشالله روزی بشود که ما خداوند ملاقات میشیم، روزی بشود که این همی گذشته همون همش میبینیم. خدا کنه که این همون مقصد که غیرت داشته باشیم جنتی بشه. او طفلکای معصوم همش راست جنت میروند، او حالا که پروپوز شوخاتی شونه. خدا کنه که همین ما و شما همون قدر عمل اینه که صالحی داشته باشیم که مستحق جنت بگردیم و با هم دیگر رو میخیریم انشالله بود دست به دست داخل جنت میشویم. یگانه فرزند حضرت صلی الله علیه و سلم که بعدی وفات پیامبر زنده بود همین بی فاطمه. در صحیح بخاری اومده است روایت بی عایشه، میگه یک روز حضرت بی فاطمه در نزدش بود، سوره همین نصر نازل شده است، اذا جاء نصر الله و الفتح. میگه گفت بچه جان در گوشش چیزی گفت که بی فاطمه گریه کرد. میگه بابا میگه خمشید چیزش گفت که ایدم خندید. وقتی میگه خلوت شدیم پرسیدم که چی کار بود، اول گریه کردی بعد خندیدی. گفت میگه در گوشم پدرم گفت که این اشاره های من میرم سفر دارم، نزد رفیق اعلی سفر دارم. برای میگه گریستم فراق پدر و از بینای. بعدا میگه در گوشم گفت که ای بچم زیق نشه، تو بسیار نمیستی، 6 ماه پس میای به ما میرسی. میگه خندیدم بودم که همین فراق هم اگه 6 ماه باشه برای چی گریه کنم. همین امر انسان چقدر که نباشه در پیش طریقی هم میجه زدن های یا لحظه هم میگذره. همین صبر کنیم، باید شکر کنیم، خدا را شکرگزار باشیم تا خدای تعالی بدلی بهتر خوبتر برای ما بده و
فردا روز قیامت با به همدیگر بیاییم. خداوند طفلک رحمت و مغفرت کنه، در روحای جنت مستقر کنه و پدر و مادر و بابا و بیبی و خویش اقربا در این مصیبت یک صبر جمیلی را ارزانی دار و در این خاندان مسلمانای واقعی پروردگار